به نام آن خدای مهربان کنم آغاز این درس و پیام. دوستان عزیزم، هفتم روز رمضان است و تلاش دارم تا به معنا و عظمت این ماه دست یابم. هر بار معنای را به دست می آورم، معنا و عالم دیگری در به سویم می کشاید. نمی دانم خودم را به کدام عالم رمضان زنم و از کجا شروع کنم و به کجا تمام کنم. با عقل و هوش و روان خود در بحر عطا و نیکی، سخاوت و نور و هدایت شنا دارم. در بحر عطا و کرم الهی که رمضان نام دارد. رمضان که در آمد از آسمان ندا می آید که ای فرزندان آدم، درهای بهشت گشاده شد، درهای دوزخ باشد پوشیده شد، شیطانها زنجیربند شدند. این منظره قابل تأمل است. وقتی کشاینده الله باشد، پس آن چگونه کشایش خواهد بود؟ وقتی پوشنده الله باشد، پس آن چگونه پوشش خواهد بود؟ وقتی زنجیر زننده الله باشد، پس آن چگونه زنجیر زنی خواهد بود؟ این یک بزمی را میماند که هم در زمین، هم در آسمان و هم در روح و روان و هم در دل مشتاقان الهی گسترده شده است. پس از 1 سال نبرد بین انسان و شیطان و نفس و غریزه، پس از 1 سال خستگی و درماندگی و تنگی به انسان گفته می شود که راحت باش، برای تو درهای بهشت را گشادیم، برای تو درهای دوزخ را پوشیدیم و برای تو شیطانها را زنجیربند کردیم. نفست را که سرچشمه غریزه و شهوات توست، شکمت را خالی کردیم تا با روزه آرام و آسوده شود و تا به عالم علوی براحت پرواز کنی. من برای تو همه وسیله ها را آماده کردم. از خود هوشیاری نشان ده و به این عالم سرشار از رحمت و مغفرت و نور و عطا بشتابی. برادران و خواهران گرامی، بیایید لحظه اندیشه کنیم که چی چیز ما را هوشیاری می دهد و به عالم رحمت و مغفرت روانه می کند. همه عبادت ها آشکارا زیر نظر مردم انجام داده می شود و یا با آنها دست جمعانه ادا می شود، مگر روزه. نمی توانیم به کسی گوییم که به روزه من نظر کن و یا روزه مرا شنو. این عبادت در دل بنده نهال مراقبت را می پرورد. یعنی بنده همیشه احساس می کند که خداوند او را نظارت کرده ایستاده است، تا با این احساس بنده در نبردهای آینده علیه شیطان و نفس خود به آسانی پیروز شود. همان احساس مراقبت خداوند است که مادران و همسران ما نیز وقت پخت و پز طعام افطار، در حالی که بجز خداوند آنها را کسی نمی بیند، آن را می چشند و دوباره از دهان خود خارج می کنند. با برکت همین مراقبت و صدق و اخلاص بنده، الله تعالی دعای روزدار را هنگام افطار مورد قبول قرار داده است. برکت همین مراقبت است که روزه او، قرائت قرآن او، نماز تراویح او، شب زنده‌داری های او، علل خصوص شب قدر، روز قیامت می آیند و برای بنده شفاعت می کنند. برای همین وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم از مرتبه احسان که از همه مرتبه بلندترین بندگی است پرسیده شدند، جواب داده گفتند: الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احسان آن است که خداوند را همان گونه عبادت کنی که گویا او را دیده ایستاده ای، زیرا اگر تو او را نمی بینی، هر آینه او تو را می بیند. از این رو خداوند در حدیث قدسی فرموده است: روزه برای من است و من پاداش آن را می دهم. آیا در عطا سخاوتمندتر از خدا دیده اید؟